یک قصه تاریخی براتون کنم و با انشالله دعا میکنیم. واقعا سالهای 50 عصر 20 در فرانسه به وقوع پیوسته است. فرانسه شنمی فرانسیای امروزه. یک مرد مسلمان، یک حاجی با نام حاجی ابراهیم در شهر پاریس یک دکان بقالی داشته است. همون مردم همون محله از همونجا خرید میکردن شیر و روغن و شکر و آرد و مقصد اشیای زندگیشون. در همون محله یک عائله یهودی زندگی میکرده است. یک پسر داشتیم با نام جادش اگر با زبان خودمون با زبان عربی و زبان اسلامی بگیریم یهود بشود. اکو مردم اروپا جاد میگن میره. ای اودا میگن کو روسا، این نام است، اسمی خاصه. بچه که 7 ساله هر صبح می اومده است از دکان حاجی اسماعیل شیر میخریده برای خونه شما و همه هر سحر می اومده است موارد خوب یافته یا شکلات میگرفته در کیسهش میزده است میرفته. عادتش همین. با جای میدزدیده است یا شکلات همین کودک مردم قند دوست میداره شکلات. یا رو سراسیمتر میآید ای خواب خیزوندیانش چشماشو شکیده دیگه نمیتونه شکلات دزدیده. در همون دهنی در شیرش حاجی ابراهیم مونده به دست میگیره و خفا میگرده که حاجی صداش میکنه جاد میگه او شکلات نگرفتی این روز کو؟ میگه شما میدونه من شکلات میگیرم. من میگه 6-7 ماشین میدونم. میگرفته است میدیده است حاجی و تاکیدش نمیکرده است. با گفت چرا مرا من نکرده؟ گفت از من کردن تو چی فایده؟ اگر خداوند که تو را هدایت نکنه و این کاری بده بس نکنی آخه اینجا معنت میکنه میره ایت دکان دیگر دزدی میکنی. گفت حاجی گفت من به شما وعده میتم که دیگر دزدی نمیکنم ای دکان شما. گفت تو به من نه به خدا وعدته که اصلا دزدی نمیکنی. دزدی جنایت ای. نصیحت ببینی فرزند خدا را نصیحت نمیکنیم. دزدی جنایت ای. گفت با این مرد کم وعده کرد که من دیگر دزدی نمیکنم. یا شکلات خودش برآور دادش. هر سحر می اومد از شیر میگرفت است حاجی هم یا شکلات خودش میداد استش. سالها میگذره اگه این رفیق شده است کودک شیرینی دادی جورا نمیشه وقتی. این مسافرها بهوده ای معرکو شکلات را در کیسه نمیزنن بیارن نواسو را بتن. و برای دیلیوی هستی. هر مشکلی که به سر ایجاد می اومده است حتما پیش همین حاجی می اومده. خواه درست سپاریده نتونه. خواه یگون بچه قدی گپش بگریزه. هر مشکلی در حیات می اومده است این حاجی را میگفته است یا لحظه صبر کن. یک کتاب داشته است کتاب باز میکنه چیزی میخونه و با یا مصلحت میته. قدرت خداوند همون مصلحت همین خیلی با موردی خشروی میگه که مشکلش حل میشود. در ذهن جاد الکی مستور شده یک الکی جا گرفته است که حاجی یک کتاب سحرناک داره. سالها میگذره این جاد مکتب خلاص میکنه. یهودی ها عادتا بسیار اعلی خوانند در مکتب بسیار زیرکن. بعد ختم کردن مکتب داکومنت ها را در گاروارد میسپاره. این گاروارد یک مکتب عالی است در شهر بوستون امریکا. یکی از بگیم مکاتب عالی از همه با قدرترین پرستیژنی ترین حساب میخوره. حتی یک گپ است که میگن کسی گاروارد ختم کرد اتوماتیک الکی میلیونر ببروید. و برای در هر فرما کارش میگیرن. این جا در همونجا داخل میشود. 2 سال پای در پای همونجا به دست. بعد 2 سال به خونهشون پاریس میآید خبرگیری. نزد دوستش ابراهیم میآید خبرگیری که دوستی من چه حال داشته باشه. میآید که در دکان پسر ابراهیم شیشته است. وقتی از ابراهیم پرسان میشود پسرش میگه که خدا رحمتش کنه. دعوت خدا را لبیک گفت رفت. زیق میشود جاد. میگن که برای شما یک چی وصیت کرده است. یک لحظه صبر کنی و وصیت چه میرسونم. این وصیت رسوندن واجبه. امر میکنه از خونش میروند یا دیپلمات میورن. دیپلمات هم میدونه نه سونکای مخصوص برای نمی کتابگیری و برای پولگیری میورن. دیپلمات هم میتنش خونه میورد جاد. دیپلمات هم میکشویا همون کتابی سحرناک همون کتابی که حاجی میخوند مشکلایی را حل میکرد باز میکنه خونده نمیتونه. خطی لاتینی نیست. یک رفیقی مراکشی داشته است نزد همون میروه که همین حاجی رحمتی برای من کتاب مونده است. خوب این چه کتابه؟ میگیرم میکشویش میگه قرآن. جاد میگه نماجد بید و نخود در قرآن مشکلای من نوشتگی باشه.
سودا میگه در قرآن مشکلات تمام زندگی و حیات و ممات نوشتگی های، مشکلات کائنات همش در قرآن است. جمیع العلم فی القرآن لکن تقاصر عنه افهام الرجال. تمام علوم در قرآن هست، عقل انسانان هم میگیره. یک چیزی را کشف کردن اگر کشف شد، بعد دیگه میگن سبحان الله اوی در قرآن بود است کو. انسان خاصیتش همین است. جات هوسمند میشود، قرآن هم میخونه، اول به زبان فرانسوی، بعدا آیسته آیسته میآموزه به عربی یادش میگیره. در مدت 3 سال به هدایت خداوندی همین جات قرآن حفظ میکنه، مسلمان میشود. این جای افسانه گویی نیست، اصلا مسجد جای افسانه نیست. این آدم دکتر جادالله قرآنی نام داره. سال 2000 جایزه شاه فیصل در همین دکتر جادالله قرآنی دادگیان. با از همه خدمت کرده ترین در اسلام همین جایزه سپاریده میشود. این مثل جایزه اسکار است. آن همین دکتر سال 2000 سزاوار یعنی همین جایزه شده است برادران. وقتی مسلمان شد همین یهودی بچه نامش جادالله ماندن و از بس که قرآن در 3 سال حفظ کرد جادالله قرآنیش میگن. با شرافت دعوت دکتر جادالله قرآنی 6000 نفر در فرانسه دین اسلام قبول کردند. نصرانی ها برادرای عزیز به این اکتفا نمیکنه. رسپوبلیکای آفریقای جنوبی میکوچه میآید. یوار در مدت 3 سال در یوار، اما سال 2000 یوار اومده است، در مدت 3 سال به شرافت دعوت دکتر جادالله 1 میلیون زنگی از قبیله زولوس دین اسلام قبول میکنند. الله اکبر. در سن 53 سالگی خدا رحمت مغفرتش کنه ایما جوانتر بوده است. دکتر جادالله قرآنی در شهر پریتوریا از دنیا میگذره. حالی در همین رسپوبلیکای آفریقای جنوبی در شهر پریتوریا قبرش است. مسلمانایی که با خبر و آگاه هستن وقتی که رفتن زیارت میکنن قبرش. به قدر این حیات رسیدن در کار، به قدر علم رسیدن در کار، به قدر دین رسیدن در کار، به قدر آزادی رسیدن در کار، به قدر آبادی رسیدن در کار. قدر شناسیش چی است؟ عبادت خدا، اصلاح خاندان، اصلاح جامعه. خداوند برای ما و شما غیرت حمیت دهد که همین 10 روز دیگر که از ماه شریف رمضان باقی مانده است با غیرت با شهامت سپریش کنیم و به شرافت روزه ماه شریف رمضان، به شرافت ختم قرآن در شبهای رمضان